با سلام از فروشگاه سلامت بازار با دستگاه فیزیوتراپی خانگی در خدمتتون هستیم. دستگاهی که پیش رو داریم در فرکانس های 60, 125 و 250 هرتز عرضه میشه که هر کدوم از این فرکانس ها دارای دو مدل دو کاناله و 5 کاناله هستند، به این معنی که دستگاه 2 کاناله دارای 4 پد و دستگاه 5 کاناله دارای 10 پد هست که به صورت مستقیم روی بدن شما قرار میگیره. داخل جعبه علاوه بر خود دستگاه یک برگه ضمانتنامه 3 ساله هستش، یک دفترچه راهنمایی فارسی که نحوه استفاده از دستگاه به علاوه مکانهایی که میتونین از این دستگاه روی بدن استفاده کنین داخلش ذکر شده. دستگاه همینطور که مشاهده میکنین دستگاه 60 هرتز 2 کاناله هست، دارای 4 پد. همینطور که مشاهده میکنین مکانهای اتصال الکترودها هستن که الکترودها به پدها متصل میشن. پدهایی که الان خدمتتون نشون میدم روی بدن قرار میگیرن از طریق الکترودها که اونم به اندازه تعداد پدها توی دستگاه قرار میگیره. از یک سو به داخل پدها وصل میشه و از طرف دیگه برای انتقال جریان به دستگاه متصل میشه. همینطور که مشاهده میکنین از داخل پورت هایی که روی دستگاه تعبیه شده شما میتونین الکترودها رو به دستگاه متصل کنین. جهت سفارش میتونین از فروشگاه سلامت بازار داخل وبسایت مراجعه کنین و دستگاه مورد نظر خودتون رو سفارش بدین و در به منزل تحویل بگیرین. با آرزوی سلامتی برای شما، فروشگاه سلامت بازار.